درود بر شما دوستان و همراهان سایت الفنی کار. امروز خدمت حضورتون هستیم با یکی دیگه از آموزشمون در زمینه نصب بخاری گازی. بسیاری از دوستان از ما میپرسن که آیا بخاری رو میشه داخل شومینه نصب کرد؟ ببینید دوستان، این کار یک کار کاملا غیر اصولی هستش و اینکه شما نمیتونید لوله بخاری رو داخل شومینه قرار بدید. درسته هوا رو درون ساختار شومینه به سمت بالا کشیده میشه، اما زمانی که این باد یا طوفانی در راه باشه و اینکه کلاهک بخاری شومینه‌تون بالا نصب نباشه، عملا مواد حاصل از احتراق دستگاه به داخل خونه مجددا رسوخ میکنه و شما با یک حالت سرگیجه یا چیزی مشابه این روبرو هستید. در شرایطی که شما مجبور باشید چنین کار را انجام بدید، حتما باید دهنه های بالای شومینه رو کاملا ببندید و البته بعد از نصب لوله بخاری باید دهنه شومینه رو کاملا ببندید و طول لوله‌ای که درون خروجی شومینه قرار میدید حداقل چیزی بالغ بر 1 متر الی 2 متر به سمت بالا و به سمت قسمت خروجی شومینه هدایت بشه. ممنون از اینکه تا پایان این کلیپ با ما همراه بودید. موفق و شاد باشید.